از اون شغلا که سختی داره خیلی، یکیش رانندگی هست با تریلی. چه کف یا کمپرس باشه یا کانتین، چه تانک حمل گازوئیل و بنزین، چه بونکرهای حمل گاز و سیمان، چه بوژی باشه با یک بنز تیتان. 2 محور یا 3 محور باشه گاری، برای حمل کالا و سواری. چه بنز آکسور و افهاش خوشگل، چه سنکش با اویکو 440. تو کوه و دره و شیب خطرناک، کشنده های فا و مایلر و ماک. همش خرج و همش برج و هزینه، خصوصا با هوو که ساخت چینه. همش درگیر قسط و وام و بیمه، پلیس راه و اضافوار و جریمه. برای سوخت آزاد توی جایگاه، تو صف باشی همیشه آخر ماه. به شهر غربت و دور از دیاری، بازم تو بیمه سختی کار نداری. امیدواریم بیاد یک روز بهتر، واسه راننده های خوب کشور. همیشه دست حق پشت و پناشون، منم راننده ای از شهر کاشون.